درود و سلام و رحمت الهی به خاندان هر نفر شما تماشابینان محترم. شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگویی موضوعها. رستم امام علی، فرهنگ بیگانه و خواجگان خارجی پدرش. عائله رئیس جمهور در 27 سال حکمرانی به این نتیجه رسیده است که مردم هر ظلم را تحمل خواهد کرد، اما باید مواظب موقع خواجگان خارجی بود. به خواجگان هر که بیگانه باشد باید بیگانه دانست. فشار مقامات به همسر محمد صابر عبدالقهار، عضو حرکت اپوزیسیونی گروه 24. مقامات از همسر محمد صابر طلب کرده است شوهرش باید فعالیت‌های خود را در اروپا قطع کرده به تاجیکستان برگردد، وگرنه فرزند آنها یگان آینده نخواهد داشت. چین می‌خواهد انجیل و قرآن را بازنویسی سوسیالیستی کند. در چین به این قرار رسیدند که در نسخه‌های جدید کتاب‌های مذهبی گفته‌های مخالف با عقاید و نظرات حزب کمونیست وجود نداشته باشند. در پس منظر بحث‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و جهانی شدن قضیه نیلوفر رجب‌آوا، شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهور رستم امام علی در جلسه آخری شهرداری تاکید بر مبارزه علیه فرهنگ بیگانه کرده است. این که زیر مفهوم فرهنگ بیگانه مقامات ستر و حجاب و لباس مذهبی زنان مسلمان تاجیک را در نظر دارند دیگر حقیقت بی‌بحث است. تا حال هیچ فرهنگ دیگر بجز لباس زنان مسلمان از طرف مقامات بیگانه نامیده نشده است. فراهم آوردن شرایط عاید به تطبیق حقوق و امکانیت‌های اقتصادی زنان، اشتراک آنها در حیات جامعه، بلند برداشتن قابلیت رقابت‌پذیری آنها در بازار مهنت و به شغل فرا گرفتن زنان و دختران، به خصوص عائله‌های آسیب‌پذیر و تقویت سطح دانش و معرفت آنها، تحکیم مناسبت سالم در عائله و مقاومت به عامل‌های پراکنده‌سازی آن، پیشگیری نیکای بروقتی، فرهنگ بیگانه پرستی، خرافات پرستی و دیگر بحران‌های نامطلوب اجتماعی میان زنان و دختران. در نظر اول پیشگیری فرهنگ بیگانه پرستی که در قطار چند سفارش دیگر و حتی در یکی از آخرین ها جای گرفته است جای نگرانی چندانی ندارد، اما تجربه قریب 10 ساله آخر نشان می‌دهد که از تمام این موضوعها مقامات تنها به مبارزه با فرهنگ بیگانه شدت می‌بخشند و تمام دیگر موضوعهای ذکر شده در قرار همینطور روی کاغذ میماند. برای اطمینان حاصل کردن تماشابینان گرامی میتوانید همه قرارهای به همین مانند حکومت‌های مرکزی و محلی را به بررسی گرفته تحقیق کنید که بجز همین موضوع مقامات به کدام دیگری آن نپرداختند. با این قرارش رستم امام علی ضمناً اعلان کرد که در صورت رسیدنش به قدرت که تقریباً شبهه نیست، سیاست پدرش را در قبال دین و مذهب ادامه خواهد داد و هیچ تغییراتی در این سمت وارد کردنی نیست. اما چرا شهردار دوشنبه در عرفه انتخابات به مسئله پرداخت که عیناً در همین شب روز داغ شده است و با سرعت به رسانه‌های بین المللی راه می‌یابد؟ از طرف دیگر مسئله حجاب برای حداقل 3/1 مردم کشور همیشه داغ است و با وجود فشارهای گوش‌ناشنید بعید است که زنان و دختران دیندار ترک روسری کنند، چون مسئله دین و ناموس است. چیزی دیگر این که دیگر امکان برگشتن به حداقل 40 سال پیش و مغزشویی سراسری مردم وجود ندارد. در عصر اینترنت و اطلاعات این کار غیر امکان است. مگر همین را رستم نمیفهمد؟ میفهمد. گپ جای دیگر است که بدتر خواهیم گفت.
در تمام دنیا سیاستمداران کوشش میکنند که در عرصه انتخابات حتی میده‌ترین گروه ها را هم گردشان جمع کنند و حداقل تا پیروزی اشان کاری را انجام ندهند که گروهی را علیه خود قرار دهند. اما رستم امام علی که از به تخت پدرش نشستن دیگر شبهه هم نمانده است، صراحتاً اعلان کرد که همچنان به سیاست تحقیر مردان و زنان متدین، نقض آزادی های دینی و تعقیب فعالان مذهبی ادامه خواهد داد. اینجا سوال به میان می آید که چرا رستم نیمی مردم کشور را بدون استحاله در مقابل خودش قرار می دهد؟ اینجا به اندیشه ما می شود سه تخمین زد. یکم، پسر و پدر دیگر به اندیشه و احساسات مردم توف کرده اند و مطمئنند که بدون دستگیری مردم هم قدرتشان را حفظ خواهند کرد. دوم، هنوز هم خطر اساسی به کرسی و مقامشان را در مردم دیندار می‌بینند و بر اینند که دین در کشور باید نه تنها از سیاست بلکه از کوچه و اداره ها هم رانده شده تنها در خانه ها و حتی دلهای مردم جای داشته باشد و بس. سیوم، علاج جز مبارزه با دین و دینداران ندارند، چون بقای سیاسی و اقتصادیشان به همین راه است. از عملکردهای اعضای عائله رئیس جمهور از جمله خود امام علی رحمان و پسرش رستم میتوان این نتیجه را هم گرفت که صبر و سکوت مردم، افزایش هرچی بیشتری تملق و تملقکاران و لیسکان، اجرای بیچون و چرای فرمان دلخواه اعضای عائله به آنها این جسارت را داده است که دیگر قدر و قیمت به نظر و اندیشه مردم قائل نباشند. مطمئن گردند که دیگر هر کار انجام میدهند، هر ظلم بالای مردم تحمیل میکنند و هر قدر از بایگری های کشور را به خارج میبرند، کسی علیهشان قیام نخواهد کرد. قیام حرف نخواهند گفت. مثال دیگر، تأسیس مرکز پروسسینگی از طرف داماد رئیس جمهور جمال الدین نورعلیف را می شود ذکر کرد که بیش از 3 هفته از صدها هزار مهاجر و پیوندان آنها را سرگردان و به کیسه آنها میلیون ها دلار ضرر وارد کرده است. صداهای اعتراض از هر طرف بلند می شوند، ولی نه خود نورعلیف و نه حکومت به آن اطلاع نمی کند. گویا از این حال رئیس جمهور هم خبر ندارد و یا هیچ بدون آگاه کردن او گویا این عمل به میان آمده است. همین را شاید گفتن میخواست که امروز در پیامش به مجلس نمایندگان با مراجعت به مسئولان بانکی رئیس جمهور گفت در داخل دولت دیگر نسازید. گویا این مخلوق خدا بیخبر از آن است که داماد و دخترش طول 1 ماه است که با تأسیس مرکز پروسسینگی در بانک ملی تاجیکستان تمام مردم تاجیکستان را سرسان و سرگردان کردند. همین گونه رهبری گرنگ به کی در کار؟ یک محله آن طرف استاد حتی نمیداند که در داخل عائله‌اش چی میگذرد. فکر میکنید رئیس جمهور تا این حد گرنگ است؟ من فکر میکنم نه. این تنها نظرفریبی مردم است. ساده کرده گوییم اعضای عائله به مردم پشیز حق و حقوق قائل نیست. بزن، بگیر، بخور. همین طور میسازد گفت که حرف خود امام علی رحمان نزد اعضای خانواده اش دیگر قدر ندارد. هر فرزند او به خصوص آنهایی که در حکومت هم دست یافته‌اند مثل آزاده و رستم خود را مالک کامل حقوق این کشور می حسابد
و هر کاری را دلش خواست انجام میدهد. وگرنه چرا آزاده و شوهرش در عرفه انتخابات کاری را کنند که به آبروی پدر و برادرش لطمه وارد می سازد؟ وقت رهبریت بانک ملی در دست دامادت باشد، چند بانک های بزرگ کشور در دست داماد خسرو دادر عروس هاند باشد و تو بدون هیچ حیای بگویی که در داخل دولت دیگر نسازید. همین حرف رئیس جمهور پیش از همه آخر به دامادش جمال الدین نورعلیف و دادر عروسش حسن اسدالله زاده دخل داشت. اگر حرف رئیس جمهور اقلاً به عائله‌اش میگذشت، این گپ را در سر یک دسترخوان عائلوی حل میکرد. ولی هیهات. اکنون درباره اینکه چرا امام علی رحمان ضد دین و دیانت مبارزه میبرد. امام علی رحمان مذهبیان را دشمن خودش و کرسیش میحسابد و از روی قاعده جنگی دشمن را باید کاملا سرکوب کرد عمل میکند. چیزی دیگر، او نسبت مذهبی ها کینه دارد. کینه. تجربه ها نشان دادند که امام علی رحمان بسیار کینه‌گیر است و سالها آن را در دلش نگاه می دارد و نمی تواند وجود آنها در جامعه را تحمل سازد. شباهت بسیار نزدیک زینه ها، اصول و سبک مبارزه با حزب و گروه های مذهبی با آنچه در کشورهای ابرقدرت همسایه و شریکان استراتژیکی صورت گرفت، گروه از کارشناسان را به این خلاصه آورده است که وجود حکومت خانوادگی رحمان مشروط به مبارزه علیه مذهبیان و کاستن تأثیر آنها در جامعه است. کارشناسان بر این نظرند که حامیان خارجی حکومت امام علی رحمان یا به عباره دوست داشته خود او خواجگان خارجیش قدرتگیری مذهبی ها در تاجیکستان را نمی خواهند و کمک های سیاسی و اقتصادیشان را مشروط به کاستن موقع مذهبی ها در جامعه کرده اند. این است که امام علی رحمان مجبور به مبارزه علیه مذهبی ها و دینداران است. از اینجاست که رستم امام علی هم برای دریافت رضایت خواجگان خارجی پدرش به انتقال قدرت باید ثابت سازد از سیاست پیش گرفته پدرش منحرف شدنی نیست و هر امر و درخواست خواجگانشان را به چون و چرا انجام خواهد داد. برای خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان از دستگیری مردم دیده جلب رضایت خواجگان خارجیشان مهمتر است. این عائله در 27 سال حکمرانی به این نتیجه رسیده است که مردم هر ظلم را تحمل خواهد کرد، اما باید مواظب موقع خواجگان خارجی بود. برنامه ما ادامه دارد. حالا برایتان چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم صفیه گزارش می‌دهد. با مدینه زمان و همسری محمد صابری عبدالقهار عضو حرکت اپوزیسیونی گروه 24 حتی یک تصدیقنامه عادی از جای استقامت را مسئولان جماعت نودی ناحیه رشت ندادند. محمد صابری عبدالقهار به سامانه اخبار گفته است که در جماعت دهاتی نودی به همسرش فهماندند که شوهرش باید فعالیت‌های خود را در اروپا قطع کرده به تاجیکستان برگردد وگرنه فرزندی آنها یگان آینده نخواهد داشت. طبق خبری محمد صابری عبدالقهار مقامات به زن و فرزندش چند سال است که اجازت سفر به خارج تاجیکستان نمیدهند و دو برادرش فقط برای آنکه برادری عضو گروه 24 اند تحت تعقیب قرار گرفتند که یکیش اجازت گرفتن شناسنامه و بیرون رفتن از تاجیکستان را ندارد و دومی میترسد که به تاجیکستان برگردد و او را بازداشت کنند. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد و از جمله نفران است که در سرگاه تأسیس این حرکت سیاسی مخالف میایستاد. این شخص زاده دهه جعفری ناحیه رشت همراه اساسگزار گروه 24 عمر علی قوتوف در اعتراضهای ضد حکومت تاجیکستان که این سازمان در تابستان و تیر ماه سال 2014 با جلب مهاجران تاجیک در شهرهای روسیه تشکیل کرد، فعالانه اشتراک کرد و بعد اوج گرفتن تعقیب اعضای این سازمان از سوی مقامات تاجیکستان به اروپا پناه برد.
فدراسیای روسیه و جمهوری اوکراین شرطنامه تحویل گاز را برای 5 سال امضا می‌کنند. طور اگنسی اطلاعاتی روسیه نووستی خبر می‌دهد نایب سروزیر فدراسیای روسیه دمیتری کوزاک گفته است که سند مذکور تا سال نو 2020 بسته می‌شود. با گفت دمیتری کوزاک غیر از این روسیه راضی شده است که طبق قرار بحثناک آربیتراژ استکهلم با کیف 2 میلیارد و 900 میلیون دلار پردازد. این همه در منظر بازداشت ساختمان لوله‌ای گازی مجرای شمالی 2 صورت می‌گیرد که هدف آن خلاص کردن گازپروم از تحویل گران ارزش و نهایت مشکل انگیز گاز از قلمروی اوکراین بود. یادرس می‌شویم که با بازداشت لوله خوابانی راه‌اندازی تحریمات از جانب ایالات متحده آمریکا سبب شد. مجرای شمالی 2 با اقتدار تحویل 55 میلیارد متر مکعب گاز از قعر بحر بالتیک از روسیه تا آلمان می‌رود. نشریه انگلیسی دیلی میل در گزارش می‌نویسد پکین قصد دارد روایت نو از قرآن و انجیل بر اساس ارزش‌های سوسیالیستی ارائه دهد. رهبر حزب کمونیستی چین در ماه نوامبر دستور ارزیابی جامعه کتاب‌های مذهبی را داده است. چهارشنبه 25 دکبر خبرگزاری کاتولیکی آلمان با نقل از پورتال اینترنتی دیلی میل از بازنویسی و بررسی قرآن و انجیل در چین خبر داد. وبسایت این نشریه انگلیسی از قول یک مقامی ارشد چینی می‌نویسد قرار شده که نسخه‌های جدید کتب مذهبی مخالف با عقاید و نظرات حزب کمونیست نباشند. با گفته این مقام بخش‌هایی که در اداره سانسور نامطلوب تشخیص داده می‌شوند تغییر داده از نو نوشته خواهند شد. ظاهراً موضوع به دستور باز می‌گردد که حزب کمونیست چین در ماه نوامبر برای ارزیابی جامع از کتب مذهبی با هدف بازنگری در محتواهای مخالف با پیشرفت‌های زمانه داده است. این دستور البته هیچ نامی از قرآن یا انجیل به عنوان کتب مقدس مسلمانان و یا مسیحیان نمی‌آورد. روزنامه فرانسوی فیگارو نیز در همین زمینه می‌نویسد مقامات مذهبی باید با رعایت دستور سی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و رئیس جمهوری چین ایدئولوژی مذاهب مختلف را در طبق ارزش‌های بنیادی سوسیالیسم و ضرورت‌های زمانه بیان و تفسیر کنند. در واقع از خادمان ادیان طلب شده که یک سیستم مذهبی با خصوصیات چینی بسازند و با ارزیابی دوباره و بازنویسی کتاب‌های مذهبی جلوی افکار افراطی و اندیشه‌های بدعت‌آمیز در کشور را بگیرند. این خبر در حال منتشر شده که چین به خاطر نوعی رفتار با اقلیت مسلمانان اویغور و سرکوب این گروه تحت انتقادهای شدید بین المللی قرار دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند دست کم 1 میلیون مسلمان در اردوگاه‌های واقع در سینکایونگ در غرب چین نگهداری و شستشوی مغزی میشوند. چین میگوید این اردوگاه‌ها برای مقابله با تروریسم و بازآموزی افراد ساخته شدند. ورزشکار تاجیک خورشید نظرف در مسابقه محاربه‌های آمیخته گوریلا فایتینگ چمپیونشیپ 23 بر ایتالش از قزاقستان پیروز شد. این مسابقه با شرکت 30 ورزشکار از برزیلیا، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین 25 دکبر در تالاری الماتو آرینا دایر گردید. طور سامانه sports.kz خبر داده است در رقابت خورشید نظرف مقابل ابیلای تالش داوران با رأی بیشتر ورزشکاری تاجیک را غالب دانستند. در رقابت اساسی این مسابقه دوره نرمکفی قزاق که با تصمیم یکدیلانه داوران ارتور گوسینوی روسیگی را شکست داد صاحب کمربند قهرمانی موقتی GFS گردید. ورزشکار مشهور حبیب نورمگامدوی روسیگی قهرمانی UFS در وزن سبک مهمان ویژه مسابقه GFS 23 بود. اینجا به نهایت برنامه امروزه رسیدیم. خواهشمندیم با لطف مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. ضمن یک مانیتورینگ دانسته شد که اکثریت تماشابینان و مخلصان ما تا حال تگمه آبونه را پخش نکردند. لطفاً به شبکه یوتیوبی ما آبونه شوید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون می کند. گفتنی های مهم را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.